عملکردهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره برخلاف اصول اولیه عدالت و مورد انتقاد کنشگران سازمانهای حقوق بشری بوده است. محمد صدرا نارویی کودک 5 ساله بلوچ در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1400 در محمدان شهرستان پهره توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر با تیراندازی مستقیم کشته شد. طاهری فرمانده انتظامی بلوچستان در جلسه‌ای با ریشسفیدان بلوچ این تیراندازی را حادثه خواند و آن را همانند حوادث جاده‌ای عنوان کرد و از محاکمه و مجازات قاتل این کودک هیچ حرفی به میان نیامد. خیلی حوادث دیگه تصادفی میشه، اتفاقات دیگه میفته. بالاخره همه ما سر یه سفره‌ایم. کنار همین. اما قصه از جایی رنگ متفاوت به خود گرفت که به جای محاکمه قاتل کودک شهید، پدر او را مجرم قرار داده و برای او حکم بریدند. در 27 بهمن ماه 1400 دادگاه کیفری 2 پهره با قضاوت علی عبداللهی عبدالستار نارویی را با 2 اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و تمرد از دستورات مامورین بابت اتهام ردیف اول به حداقل مجازات درجه 6 به 6 ماه حبس تعزیری و بابت اتهام ردیف دوم نیز با استناد به ماده 607 قانون مجازات اسلامی به 3 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین با توجه به مواد دیگر قانون مجازات اسلامی برای او اشد مجازات در نظر گرفته شد که به مدت 2 سال به حالت تعلیق درآمد، ولی با استناد به برخی دیگر از مواد قانونی متهم با توجه به مطالبه شاکی خصوصی یکی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با نام محمد جعفر رسولی به پرداخت دیه به مبلغ 60 میلیون تومان محکوم گردید. با بررسی این پرونده پی میبریم که در دستگاه قضایی ایران چه میگذرد و با بلوچ در بلوچستان چگونه رفتار میشود. میکشند بلوچ را و محاکمه میکنند بلوچ دیگر را. به راستی در بلوچستان در این سرزمین استعمار زده چه خبر است؟